кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи ноҳияи Шаҳринав баҳри омодагӣ ба кишти баҳорӣ тамоми техникаҳоро аз таъмири куллӣ бароварда ҳамаҷониба тайёрӣ мебинанд. деҳқонони ин гӯшаи кишвар дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи кофӣ доранд. мувофиқи дурнамо деҳқонони хоҷагиҳо шудголи тирамоҳиро бо муваффақият ба итмом расонда, ҳамчунин дар кишти тирамоҳӣ дар майдонҳои хоҷагӣ сабзавот, гандум, картошка, юнучқа, ҷав, пиёзи барвақтӣ ва дигар зироатҳо киш карда, ҳоло нигоҳбини онҳоро хуб ба роҳ монданд. تا امروز کشاورزان ناحیه در میدان 4502 گکتار کشتی تیرماهی گذراندند که از آن جمله در میدان 4286 گکتار غله‌دانگی و 216 گکتار سبزیجاتی بروقتی میباشد که با سبزیجات بروقتی پیاز بخی، سیر پیاز و کرمی بروقتی میباشد. چنانکه که دیده ایستادیم تمام تکنیک‌هایی که و ماشین آلات‌هایی که دیده ایستادیم برای کشتی بهاری همه جانبه از تمام امکانیت‌ها استفاده نموده برای کشتی بهاری آمادگی خوب دیده ایستاده. از روی معلومات‌های ریاستی کشاورزی ناحیه شهرینو نشانات‌های ساحه کشاورزی سال گذشته در تمام خوجگی‌های خرد و میانه بلند و امیدبخش گردیده بود، چون این روزها بازار محلی و جمهوری را محصولات‌های کشاورزی دهقانان این خوجگی‌ها پر کرده است. در جماعت دیهاتی به نام اکرم حسنوف 640 خوجگی دهقانی کار و فعالیت می‌نمایند. ما تمام سمت‌های سمت کشاورزی را درست بر راه مانده امروز تیار نموده ایستاده ایم. خیلی که در پیام امساله خود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قید نمودند یکی از سمت‌های ساحه کشاورزی یکی از سمت‌های اساسی ذخیره تامین آذوقه‌واری به حساب می‌رود. ما در همین سمت پررا کار و فعالیت نموده ایستاده ایم. نصیب کرده باشد تا حالا ما از طرف خواجگیداران حدود جماعت در میدان 50 گکتار کشتی کارتوشکا گذراندیم. مکانیزاتوران و مهندسان تمام قسم‌های احتیاطی را از خارج کشور وارد کرده، همه تکنیک‌ها و ماشین آلات‌های کشاورزی را از تعمیر برآوردند و گفتند می‌توانند که تمام تکنیک‌ها با کشتی بهاری امسال آماده کار است. اوید کشتی بهاری در نوعه شهرنو 475 تکنیک‌های شخصی وجود دارند با تمام نمودش پورا آماده نمودیم برای کشتی بهاری. در همه شکل‌های خوجگیداری برای کشتی پخته و کشتی کارتوشکا پورا آمادن کار کرده ایستادن. ما با باوری گفته میتونیم که تمام نمود تکنیکو پورا تیار کردیم و با کشتی بهاری سفربر کرده میشه. برای خودگیری تکنیک‌های کشاورزی، ماشین آلات‌ها و معاینه نظارت تکنیک‌ها که از طرف ریاست کشاورزی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرینو گزارده می‌شود، پورا آماده می‌باشند.